میری بابت یه پک 5 تایی قارچ سوخاری 200,000 تومان پول میدی. تا آخر ویدیو با من همراه باش. این کامل ترین رسیپی قارچ سوخاری ایرانه. نهایتش 10 دقیقه طول میکشه تا تو این قارچ درست کنی. پس سیوش کن که همین امشب امتحانش کنی. قارچی که میخری کامل سفید و بدون لک باشه و کلاهکش صفر باشه، دقیقا مثل قارچای من. تا هم ترتر بشه هم آبدارتر و خوشمزه تر. قارچا رو تو مواد غلط میدی و کامل آغشتش میکنی به مواد. قارچ هرچی بزرگتر آبدارتر، پس سعی کن بزرگاشو برداری، کوچیکاش هم ترد میشه. من از پودر سوخاری که خودم درست کردم استفاده میکنم. حتما تو آموزش‌های بعدی آموزششو میذارم. و در آخر قارچا تو داخل روغن داغ میذاری و تا زمانی که طلایی نشده صبر میکنی. حالا اگه میخوای قارچاتو مدت زیادی نگهداری، عدد 1 رو کامنت کن تا برات ارسال شه.